جای خالی پروردگار بوتی فضل و کرم و احسان پرم که انشاءالله. الله تعالی شما تمام عزیزان خصوصا سردار شریف صاحب و واجه خانواده و خاندان صبر و اجر و تسکین و تسلا نصیب کن. ما از ته دل عرض تسلیت داریم شما خدمت و یه غمت ها گو شما شریکی و امیدواریم که الله تبارک و تعالی ظالم و آمر و عامل و قاتلنا همه دنیای تا به مجازات برسیدیم. آمین. و در واقع یه شهادت بازمزنی نعمتی و افتخاری برای مسلمانه. الله تعالی یه شهادت مقام به هر کسی نصیب نکن. همه کسی به شهادت رسی که ای شهادت ارزش داشته بی و شهادت لیاقت داشته بی. شهید سردار مولا کمال رحمت الله علیه به فضل پروردگار یه لیاقتی داشت، یه ارزشی داشت و یه صلاحیتی داشت که الله تبارک و تعالی یه عظیم نعمت را بری وتی صالحین بندگان عنایت فرمایین. بعضی انسان براوت زندگی کنن، براوتی خانواده و زندگی کنن و بعضی انسان تنها منحصر بوتی خانواده و منحصر بوتی مردم نه. بعضی مردمان زندگی برای انسانیت، برای اسلام، برای مسلمان و واقعا شهید مولا کمالی زندگی برای خداوند، برای خلق خداوند، برای بندگان خداوند و یه شخصیت وابسته به یک خانواده نهد، وابسته به یک طایفه نهد. یه شخصیت متعلق به انسانیت همین ایران زمین اتها چه که مردم شهرستان مشمشیه براسان مراجعه کو و همه دا اوانی مشکل حل بو. امارات مردم براوتی حل مشکلات ادا مراجعه داشته. پاکستان سرزمین خدای بندگان وتی مشکلاتنا همه دا حل کرتا و یک شخصیتی که واقعا وابسته به تمام مسلمانان و الله تبارک و تعالی امیدواریم که واجه درجات بلند و بالا بگردید و الله تعالی شما را صبر و اجر و تسکین و تسلا بده. برای وتی عزیز سردار شریف صاحب آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی و سربلندی داریم و امیرن که الله تعالی سلازهی قومار درخشینتا امیدواریم که الله تعالی یه درخشندگی اضافه بکنه انشاءالله و یه خوشنامی الله تعالی اضافه بفرمایینی. من خیلی عذرخواهی کنم که با همه وقتا توفیق حاصل کرد و سفر عمره رفتی و ادا نهتی و همان گو ما خبر بودین و تکان و واقعا ولی توفیق رسید هم در مدینه منوره هم در مکه مکرمه. ما دوستان و یک زائران کاروان تمام برای شهید دعا کرد، تمام دعا کرد و ما بعض وقتی همبران سفارش کو که ادم شما برای تمام امت دعا کنه، خصوصا برای شهید سردار مولا کمال که واقعا بلوچستان محسن بوده، من ملت خیرخواه بوده و الحمدلله در حرمین برای واجه دعا بوده. ما عذرخواهی کنیم که به تأخیر شما خدمت رسیدی، من عذره هم بپذیریم. الله شما را سلامت در کنار شما هستیم. مرحوم شهید مولا کمال دشمن و بدخواه میں ہم دشمن و بدخواہ تھا و ہمارے کے برنامه ریزی بودد که ضربه به واجه وارد کنم. برنامه ریزیش کرتد به نوعی علما و هم لطمه وارد کنند تو به ما هم ضربه بجنه و مرحوم مولا کمالی دشمن و بدخواه علمای هم بدخواه و دشمن تا و هدف همیشه که گو یک تیر چند شکار داشته باید و دقیقا برنامه ریزی بودد که ادا
مرحوم ملا کمال ترور کنن تو علما و ترور شخصیت کنن و هدف همیشه که یک بدبینی و بدگمانی در میان دو طایفه ارزشمند صلاح‌زئی و عمرزئی به وجود بیاره و یک ناراحتی و کدورت طایفه‌ای به وجود بیاره و الحمدلله الله تعالی همیشه گو حقای و الله تعالی شحقا حمایت که همه وقت الله تعالی توفیق دا پیگیری بو همه چند جوان فریب خورده و چند جوانی که اغفال بودتگم ای وقت یات ایران شهر همود منزل و در حضور یک جمع بزرگی از معتمدین دستش به قرآن سرهشت و گوشتش که فلانی نه تا و نه هیچ عالمی مرا همچنین فتوای نداتا و اجازه نداتا ما مجبور بوده که مامور و معذور مارش گوشته که شما برای ملا کمال شما ترور کنی و اگر شما موافق بودی ما نفری 20 میلیون تومان هر یک کره ما جایزه و دهیم اگر شمارش دستگیر کو گوره شما همی خبر بدهید که علما به ما دستور داتا و یه ناچیز نامش گفته که فلانی بگو مارا فتوا داتا ما به دستور علما یک کار انجام داتا و همه مردمان اعتراف کو الله تعالی هدایتش که همه جوانان خوبی شایسته جوانتا به هر اغفال بودتا فریبش وارتد بعدا توبهش کو گوشتی وجه یک برنامه ریزی هم علیه ملا کمال بودا و هم علیه شما یہ برنامه ریزی بودا و الحمدلله همه وقتا روشنگری بود و الله تعالی پرده برداری کو ملا کمال چه ضربه به بلوچ جتد ملا کمال چه ضرری به ما رسیندد ملا کمال چه ضرری به علما رسیندد که خدای نخواسته علما فتوا بدهند که برای آواجه ترور کنی ملا کمال یکی از بهترین حمایت کنندگان علم و علما هستند مرحوم ملا کمال یکی از بهترین پشتوانه های علما و مدارس دینی است شما در نظر بگیرید که یک مسلمان عادی که ذره وجدان داشته بی آن راضی نه که یک مسلمان هون بری چی یک عالم اهل علم چونکا به وقت اجازه وده که خدا نخواسته دستور قتل یک انسان صالح و مصلح دستور قتل یک انسان مفید یک انسان با خدا و متقی را صادر کنه این تمام ترفندی و هم علیه مرحوم ملا کمال هم علیه ما و علمایی که توفیق دارن علمایی که شحقا حمایت کنن علمایی که حقگو هستن علمایی که به توفیق الله در کنار مردم و علمایی که مدافع حقوق مردم در طول تاریخ مورد اتهامات قرار گرفت علیه عوام برنامه ریزی بی اما مهم همیشه این که مردم باید آگاه بیان مردم باید مسائل درک کنه که بحمدالله ملت بلوچ به خوبی درک کن و ملت بلوچ به خوبی تشخیص دادن که آوانی خیرخواه که همدرد که الحمدلله همه وقتا پرده برداری بود و الله تعالی یہ فتنه و رفاش کو و مرحوم شهید ملا کمال هم اتفاقا بعد از آیی ما گو هم دیگر خیلی صمیمی بودی و یہ ناچیز دعوت کو همه ما یاتین و ارتباط تنگاتنگی ما داشت و دشمنان دین دشمنان وحدت دشمنان ملت بلوچ و دشمنان علم و علما بزانن که با یہ تبلیغات سو و با یہ ترفند و فتنه پردازیاں هرگز موفق نبیاں که در میان ملت رخنه دور بدیاں در میان ملت اختلاف به وجود بیارن علما در کنار مردم در کنار علما و میں بلوچ قوم یک قومی و متحد انشاءالله و ما انشاءالله العظیم دعاگوی جناب سردار شریف هستیم دعاگوی عبدالرحمن جان آقای عبدالرحیم عبدالمالک و ابراهیم که مرحوم شهید ملا کمال فرزند ما در کنار ی عزیزان هستیم دعاگوی عزیز هستیم و تمام ملت بلوچ و علما در کنار ی عزیزان هستیم و ما آرزوی سلامتی و موفقیت برای و عزیزان داریم میں توصیه عاجزانه و برادرانه همیشه خدمت سردار شریف و عبدالرحمن و
عبدالرحیم و یه عزیزم وتی که شهید مولا کمال یه راه ادامه بدهیم، یه مسیر ادامه بدهیم انشاءالله که الله تعالی نصرت و الله تعالی مددی عزیزنا حتما شامل حال بی. مشمه موفقیت در اتحاد ملت، حل مشکلات در پیروی از قرآن و سنت، در اتحاد، در برادری. ما هیچ زمانی از فتنه ها و توطئه های دشمن و بدخواه هم هیچ زمانی غافل مبین از دشمن توطئه و فتنه پردازی، نسبت به مسائل تحقیق داشته بین، آگاهی داشته بین و انشاءالله العظیم امیدواریم که یه منزل که ادام منزل عدل و انصاف بوده، منزل دادرسی بوده، یه اتاق با یه سادگی در واقع یک دادگاه اسلامی، یه اتاق در واقع جایی که در مظلوم بوتی حقا و رسته و یه اتاق تها چنک مظلوم بوتی حقا رسته و چنک ظالم توبه کرده و یه ظاهرا یک ساده اتاقی، اما یه اتاق کاخ افتخار برای بلوچ، یه اتاق قصر افتخار برای بلوچ که یه اتاق تها سبحان الله چه خیرهای بلند بوده. مردمان با کدورت و نارضایتی و ناراحتی ایده یحتگان و با خوشحالی و رضایت و صلح و سازش ایده برگشتگان. ما امیدواریم که الله تعالی یه مکان فیض و خیر و برکات جاری و ساری بداری و الله تعالی می عزیزان پروردگار در دین و در دنیا و در آخرت بدرخشینی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.